صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. بار دیگر ای خدای تعالی به درگاه مقدس تو آمده ایم و تو را به خاطر خداییت می ستاییم و پرستشت می کنیم. تو را به خاطر رحمت و فیض بی پایانت که نسبت به ما بندگان گناهکار و خاطی داری شکر می کنیم. نعمات توی خدا بسیار است و رحمت تو بسیار عظیم. بارالله، این روزی را که به زندگی ما افزوده‌ای به دستهای متبارک و پرمهرت میسپاریم تا تو ما را یار و یاور و راهنما و خداوند باشی. یاری مانده تا قدم‌هایمان راه خطا را نپیماید. یاری مانده تا دست‌هایمان عمل ناشایست را انجام ندهد. یاری مانده تا دهانمان گفتار زشت و رکیک و دروغ را بر زبان نیاورد. یاری مانده تا افکارمان جز در پاکی و تقوا و در باره تو چیزی دیگری را به خود را ندهد. تا ای خدا نه فقط خوشنودی تو را به دست آوریم، بلکه از فیض و رحمت تو، از حیات جاودان تو مستفیض شویم. ای یا رب مهربان، روح‌های ما تشنه توست، پس جان ما را با کلامت سیراب ساز و بگذار که در این ساعت از گفتار جاودانیت چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این دعا را به نام نامی یگان نجات دهنده زنده بشریت عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. یاران گرامی و عاشقان حق، درود گرم ما را پذیرا باشید. شادی و سلامتی الهی که ما فوق عقل بشری است وجود شما را فرا گیرد تا در سایه رحمت پروردگار روزگار را به سر آورید. اجازه می‌خوام در ابتدای برنامه از همه عزیزانی که با نامه‌های پرمهرشان ما را شرمنده ساختند تشکر و قدردانی نموده و خدا را شکر می‌کنیم که برنامه‌های ما با روح و جان شما سخن گفته و شما را به سوی راستی الهی هدایت نموده است. هدف ما این است که با مطالعه زندگی عیسی مسیح شاهد نور خدا شده و این نور حق قلب‌های شما را نیز منور سازد تا در پرتو نور ازلی صاحب حیات جاودان شده و زندگیتان مطابق خواست خدا باشد. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش سید رضا مسعودی نیم ساعت آینده رو در خدمتتون خواهم بود و از فصل 14 انجیل مقدس به قلم متی حواری زندگی و تعلیمات استاد و نجات دهنده را مورد مطالعه قرار داده و روح‌های تشنه خود را با گفتارش سیراب می‌سازیم. از شما دعوت می‌کنم که اگر کلام خدا را دارید آن را به انجیل مقدس متی فصل 14 بگشایید. همچنین میخواهم که شما از خدای تعالی تمنا کنید که در این لحظه افکار شما را از هر پریشان حالی و نگرانی آزاد کند تا با آسودگی و فراغ فکری کلام او را غذای روح و روان خود سازید. این برنامه را از صدای
انجیل میشنوید. فصل 14 از انجیل مقدس به قلم متی حواری درباره قتل فجیعانه پیغمبر خدا یعنی یحیای نبی توسط هرودیوس و سپس درباره معجزه عیسی مسیح که جماعت عظیمی را با چند نان سیر می کند و سرانجام راه رفتن او در روی دریاچه جلیل به خود اختصاص داده است. عیسی مسیح از بدو آغاز مأموریتش توجه ما را به یک نبرد روحانی و مبارزه سخت که بین عادلان و شریران و خداپرستان و شیطان پرستان هست جلب نموده و اعلام نموده است که تا بازگشت ثانویش این نبرد روحانی که بین نور و ظلمت است جریان خواهد داشت. کلام خداوند میگوید که ما را نبرد جسمانی نیست. دقت کنید، ما را نبرد جسمانی نیست بلکه نبرد روحانی. در فصل 10 عیسی مسیح با گفتن این که گمان مبرید من آمدم تا صلح و سلامتی بلکه آمدم تا شمشیر را بیاورم اعلام می کند که من آمدم تا این جنگ روحانی را ادامه بدهم. مردان خدا، انبیا و پیامبران حق هرگز از این نبرد روحانی غافل نبوده و همیشه با آن دست و پنجه نرم کردند. و به خاطر همین نبرد بین اهریمن و پاکی بوده که بدون استثناء همه پیغمبران و انبیای خدا با مخالفت و آزار و جفای شریران روبرو شده و چه بسا جان خود را تسلیم کردند. و گفته عیسی مسیح که فرمود همه آنانی که میخواهند از من پیروی کنند جفا خواهند دید را میبینیم که عملاً به انجام میرسد. آزار و جفای مردان خدا در این عالم آنهم به خاطر ایستادگی و مقاومت در برابر شریران و گناه و ظلم هرگز متوقف نشده است و نخواهد شد تا روزی که او برای سلطنت جاوید و داوری انسانها ظهور کند. و شیطان انسانها را برای مقاصد خود یعنی جفا و آزار و حتی قتل مقدسان به کار برده و خواهد برد. یکی از این انسانهایی که برده اهریمن می‌گردد همانا هرودیوس پتریارخ است که عامل قتل یحیای تعمید دهنده می‌شود. گوش کنید به 12 آیه فصل 14 از انجیل مقدس که نحوه مرگ یحیای پیغمبر را بیان می‌فرماید. کلام خدا میگوید در آن هنگام هرودیوس تیتریاخ چون شهرت عیسی را شنید به خادمان خود گفت این است یحیای تعمید دهنده که از مردگان برخاسته است و از این جهت معجزات از او صادر می شود. در این آیه می بینیم که هرودیوس که فرمان روا و پادشاه قسمت یهودیه بود خبردار میشه که شخصی به نام عیسی مسیح معجزات بیشماری می کند. شنیدن این خبر او را بسیار نگران میکنه، وجدانش او را آزار میده و سبب میشه که خیالات واهی بسیاری در مغزش جای بگیرد. او به اطرافیانش میگوید این عیسی که شما اسمش را بردید و ما درباره او شنیدیم همان یحیای تعمید دهنده است که از مردگان زنده شده و برای همینه که معجزات زیادی میکند. هرودیوس از شنیدن کارهای عیسی مسیح بسیار نگران میشه و ترس و لرز وجودشو فرا میگیره. چرا؟ از آیه 3 الی 12 دلیل ترس هرودیوس بیان شده است، به طوری که میخوانیم زیرا که هرودیوس یحیی را به خاطر هرودیا زن برادر خود فیلیپوس گرفته در بند نهاده و در زندان انداخته بود، چون که یحیی به هرودیوس گفته بود که نگاه داشتن وی بر تو حلال نیست. و وقتی که هرودیوس قصد قتل یحیی را کرد از مردم ترسید، زیرا که مردم یحیی را نبی می‌دانستند. اما چون بزم میلاد هرودیوس را می‌آراستند، دختر هرودیا در مجلس رقص کرد و هرودیوس را شاد نمود. از این رو هرودیوس قسم خورده وعده داد آنچه که او بخواهد به او بدهد. و او از ترغیب مادر خود گفت که سر یحیای تعمید دهنده را الان در طبقی به من عنایت فرما. آنگاه هرودیوس پادشاه برنجید، لیکن به جهت پاس قسم و به خاطر همنشینان خود فرمود که سر یحیی را قطع کنند و به او بدهند. او فرستاد سر یحیی را در زندان از تن جدا کرد
و سر او را در تشتی گذارده به دختر تسلیم نمودند و او آن را نزد مادر خود برد. پس شاگردان یحیی آمده جسد او را برداشته به خاک سپردند و رفته عیسی را اطلاع دادند. در زمانی که عیسی مسیح شاگردان خود را به نقاط مختلف یهودیه و اسرائیل فرستاده بود تا پیام مژده انجیل را به سمع مردم برسانند و خود عیسی مسیح در شهرهای مختلف به تنهایی پیام را به سمع مردم میرسانید، یحیی به زندان میافتاد. علتش این بود که او همسر غیرقانونی شاهزاده هرود را که هرودیاد نام داشت نکوهش کرده بود و هرودیوس را هم به خاطر اینکه با همسر غیرقانونی برادرش زندگی میکرد سخت مورد نکوهش قرار داده بود. هرودیوس یحیی را به زندان میانداخت. چرا؟ چون که میگوید که او گستاخی کرده و این حرفا را به ملت زده و او را نکوهش کرده است. یحیی گناه هرودیوس را آشکارا اعلام میکنه و از او تمنا میکند که توبه کند و از این کار دست بردارد. اما هرودیوس حرف یحیی را نمیشنوه و هرودیا از این حرفم بسیار خشمناک میشه و سبب میشه که سعی کنه که یحیی را به قتل برسانه. پس هرودیوس به تشویق هرودیا یحیی را به زندان میاندازد. یحیی در خطر مرگ بود. هر روز انتظار مرگش را میکشید. هرودیا این کینه را در دل داشت و میخواست یحیی را به طریقی به قتل برسونه. چرا؟ چون نمیتونست مرد خدا را ببینه که دائما او را نکوهش میکنه. ولی او جرأت این کار را نداشت، چون هرودیوس هم از یحیی میترسید، چون میدانست اگر او یحیی را بکشد مردم بر علیهش قیام میکنه و میدانست که یحیی مرد خوب و مقدسیه و برای همین بود که رعایت حال او را مینمود و دوست داشت حتی به سخنان یحیی گوش بدهد. هر چند وقت سخنان او را میشنید و ناراحت میشد. سرانجام هرودیا فرصت مناسبی به دست میاره. هرودیوس در روز تولد خودش ضیافت بزرگی ترتیب میده و تمام بزرگان و امرا و اشراف جلیل در آن حضور مییابند. دختر هرودیا به طور اینکه همه را تعجب میکنه وارد مجلس میشه و شروع به رقصیدن میکنه. هرودیوس و مهمانانش از رقص او بسیار لذت میبرند، به طوری که پادشاه به دختر میگه که هر چه بخواهی به تو خواهم داد و برایش سوگند یاد کرد، گفت هر چه از من بطلبی حتی نصف مملکتم را به تو میدهم. دختر از وعده به اصطلاح پدرخوانده‌اش خوشحال میشه، میره و به مادرش جریان را میگه و از مادرش میگه که من چه چیزی رو بطلبم. مادرش میگه برو بگو سر یحیی تعمید دهنده را به من بده. چون مادرش میدانست هرودیوس چون که قسم خورده در برابر همه بزرگان مملکتی نمیتونه وعدش رو به اصطلاح پایمال کنه. دختر هرودیوس میره پلو و میگه که از تو میخوام که سر یحیی را به من همین الان در سینی بدهی. هرودیوس از این هم بسیار متأثر میشه، ولی به خاطر اینکه سوگند خورده بود و به پاس احترام مهمانانش که نشون میده که همیشه نسبت به وعدهاش قولش امینه، صلاح دانست که نسبت به وعده خود وفادار باشه و برخلاف خواسته خودش، خواسته باطنیش، جلادی را میفرسته تا سر یحیی پیغمبر را ببرن و بیاورن به دست دختر بدن. جلاد میره در زندان، سر یحیی پیغمبر را میبره و اون رو در سینی میگذاره و میارن و به دختر هرودیا میدن و دختر هرودیا آن را به مادرش میدهد. وقتی شاگردان یحیی از این امر آگاه میشن، میان جنازه یحیی را برمیدارن و در مقبره دفن میکنن و به عیسی مسیح اطلاع میدن. روزها پشت سر هم سپری میشه و خبر تعالیم و معجزات عیسی و شاگردانش نه فقط در همه جا بلکه در قصر پادشاه هم به گوش هرودیوس میرسه. در این ضمن خبر اسفناک کشتن یحیی هم شاگردان عیسی که در مسافرت بودند و هم خود عیسی را متأثر کرده بود. هرودیوس از شنیدن کارهای معجزه‌آسای عیسی مسیح دچار ترس و وحشت و کابوس میشه. وجدانش به خاطر قتل یحیی به شدت او را آزار میداد
و درباره عیسی خیال‌هایی می‌کرد و با خود می‌گفت که نکند این همان یحیای تعمید دهنده است که از مردگان زنده شده، نکند که خدای یکتایی که یهودیان به آن معتقدند یحیی را از مرگ زنده کرده و الان با قدرت عظیمش داره معجزه میکنه و همه ضد من قیام خواهند کرد. او سعی میکرد طبق معمول وجدان خود را خفه کنه و کوشش کرد که عیسی را ملاقات کنه تا ببیند که واقعا او یحیی است یا نه و شاید هدفی این بود که از او تمنای بخشش کند. برای رسیدن این منظور یکی از راه‌ها این بود که عیسی را به طور ناگهانی توقیف کند، چون نمیخواست در آشکارا کسی رو بفرسته و عیسی را بطلبد، زیرا همه میدانستند که هرودیوس با یحیی چیکار کرده. پس سعی کرد که عیسی را در خفا بدون اینکه کسی با خبر شود توقیف کنه و از او سوالاتی کند. در آن موقع عیسی در قلمرو و حکومت او یعنی در جلیل به سر می برد و هرودیوس فرمانروای جلیل بود یا دست نشانده امپراتوری روم در آن منطقه بود و قدرت داشت که هر چیزی که بخواد در منطقه خودش عمل کنه. وقتی عیسی مسیح از افکار هرودیوس آگاه میشه، جلیل را ترک میکند و به جای خلوتی میرود. علت گریز مسیح از جلیل این نبود که آماده جان دادن در راه حقیقت نبود، خیر، بلکه مطابق کلام خدا ساعت او نرسیده بود. یعنی آن زمانی که خدا معین کرده بود که عیسی جان خود را بدهد هنوز نرسیده بود. عیسی مسیح می‌دانست که به زودی کشته خواهد شد و او برای همین مقصود و هدف به این عالم آمد. او می‌دانست که به عنوان نجات دهنده باید کفاره گناهان مردم را تحمل کند. او برای همین به این جهان آمد تا گناهان ما را بر دوش گرفته و حمل نماید و ما را از گناهان آزاد کنه. و این کار او یعنی مرگ را چشیدن میدانست که به زودی خواهد آمد. برای همون آمد. مسیح میدانست که مزد گناه موت است و اگر او بار گناهان مردم را بر دوش بگیرد، اگرچه خودش هیچ گناهی نکرده، گناهکار محسوب خواهد شد و بایستی جرم آن را یعنی مرگ بپردازد. اگرچه خود او هیچ گناهی نکرد ولی میدانست که گناهکار محسوب خواهد شد. چرا؟ چون مطابق کلام اشعیای نبی که 700 سال قبل از ظهور عیسی مسیح پیشگویی کرده بود، او گناهان ما را بر خود گرفته و جزو خطاکاران محسوب شد. در آیات بعدی انجیل می‌بینیم که عیسی مسیح آنجا را ترک می‌کنه تا به دور از مردم و در جای خلوت با خدای خود و پدر آسمانیش به نجوا بپردازد. و بدون شک مرگ یحیی که پسر عموی عیسی مسیح از نظر این عالم نیز محسوب میشد، سبب شد که عیسی طالب جای خلوتی بشه و با خدا تنها باشد. شاگردان عیسی که از سفر برگشته بودند به این کار عیسی مسیح عادت کرده بودند و می‌دانستند که عیسی غالباً در تنهایی به جای خلوتی می‌رود و با خدای خود به راز و نیاز می‌پردازد. اما این بار افسردگی شدیدی بر قلب عیسی عارض شده بود. او یحیی را از دست داده بود. مسیح با قایق به ساحل دور افتاده‌ای که جزو قلمرو حکومت شاهزاده فیلیپوس یعنی بیت سیدا بود می رود. در آنجا عیسی از دست هرودیوس نیز در امان بود، زیرا سربازان و جاسوسان هرودیوس نمی توانستند وارد قلمرو فیلیپوس شوند. عیسی تمام شب را در عبادت و راز نیاز با خدا به سر می آورد. صبح روز بعد وقتی مردم متوجه می شوند که عیسی به آن طرف دریاچه رفته و مسیر قایق را دیده بودند، از ساحل دریاچه پیاده به طرف دیگر دریاچه میرن و منتظر میشن تا با عیسی ملاقات کنن. مردم در گفتار عیسی قدرت خدا را مشاهده کرده بودند. آنان اشتیاق عمیق به شنیدن کلمات و گفتار و تعلیمات عیسی مسیح داشتند. گفتارش خستگی های جسم و روح آنان را از بین می برد و آرامش و صلح و صفای حقیقی را به افکار مشوش و پریشانشون عطا می کرد. برای آنان عیسی همه چیز بود. امید بود، آرامش بود، تسلی بود، قوت بود و ایمان بود. و برای گروهی عیسی یگانه امیدشان بود. در آیه 13 و 14 اینطور می‌خوانیم: و چون عیسی این را شنید، یعنی خبر مرگ یحیی را شنید، به کشتی سوار شده از آنجا به ویرانه‌ای به خلوت رفت.
اما چون مردم شنیدند، از شهرها به راه خشکی از عقب وی روانه شدند. پس عیسی بیرون آمده گروهی بسیار دیده بر ایشان ترحم فرمود. عیسی گروه بسیار دیده بر ایشان ترحم فرمود و بیماران ایشان را شفا داد. قلب عیسی پر از شفقت و مهربانی و گذشت بود. او وقتی این جماعت عظیم را می‌بیند که به خاطر شنیدن پیامش این همه راه را پیاده آمدند، کلام خدا میگوید دل مسیح به حال آنان بسوخت. او نسبت به مردم ترحم آسمانی و خدایی داشت. مردم را میدید که مانند گوسفندان بی شبان هستند و آواره‌اند و از مسیر و خانه حقیقی خود و از پدر آسمانی و فیض او محروم هستند. رحم و لطف او آنچنان بود که نهایتی نداشت و آن را در اعمال خود برای مردم آشکار می ساخت. او دلش به حال مردم بسوخت و به همین جهت بود که حتی استراحت را به خود واجب ندانسته و تصمیم می گیرد که آنان را تعلیم بدهد. مخالفت مردم و رؤسای مذهبی و سیاسی و نیروهای روحانی این جهان با پیامبران و مردان خدا مورد قبول همه یکتام پرستان است و هیچ کس نبایستی آن را منکر شود. باید گفت که در مسیحیت اصل و اساس و پیام اصلی را همین مخالفت شریران با پیامبران و مردان خدا تشکیل می‌دهد. اگر ما بخواهیم خدا یکتا را امروز نیز پیروی کنیم، اگر بخواهیم راه حق را بپیماییم، اگر بخواهیم عادل باشیم، پاک و مقدس زندگی کنیم و خدا را خوشنود سازیم، ما باید بدون استثناء آماده باشیم که عذاب بکشیم و حتی جان خود را فدای حقیقت کنیم. همانطوری که یحیای پیغمبر با شهامت تمام گناه پادشاه را علنا آشکار ساخت و نکوهش نمود و به خاطر آن جانش را فدا کرد. اگر یحیای پیغمبر در برابر گناه پادشاه سکوت میکرد و میگفت چون که او پادشاه و ممکنه مرا آزار بده و چیزی نمیگفت، خودش گناهکار محسوب میشد. ممکن بود جانش را حفظ کنه ولی خودش گناهکار محسوب میشد. زیرا عیسی مسیح صریحاً به ما تعلیم می‌دهد که ما نباید به خاطر ترس از مردم و یا به خاطر اینکه مبادا به آشنایی یا شخصیتی که داریم خدشه وارد بشه و حقیقت را پنهان کنیم. میگوید شما بایستی همیشه حقیقت را اعلام کنیم. متاسفانه موضوع پارتی بازی و یا به خاطر اینکه طرف آشنا است و یا به خاطر ترس از اینکه مبادا زیانی به ما برسد، خیلی وقتا من و شما بایستی قبول کنیم که در برابر ظلم و شرارت و گناه سکوت کردیم و دهان خود را بسته ایم و هیچی نگفتیم. چرا؟ چون میترسیم به ضررمون تمام بشه. حقیقت را پنهان کردیم، حقیقت را بیان نکردیم چون جرأتیشو نداشتیم و یا گفتیم چون که فلان کس صاحب مقام ممکنه به ما آزار برسونیم، پس لب به سکوت بسته ایم. دوست عزیز، این نوع سکوت گناه محسوب میشه. یحیای تعمید دهنده میتونست در برابر خطای پادشاه سکوت کنه. یحیای پیغمبر بدون شک میدانست که اگر پادشاه رومی را مورد نکوهش قرار بده و درباره زنا او صحبت کنه، دیگه زندگی راحتی نخواهد داشت و حتی شاید مرگ را نصیب خودش بکنه. چرا؟ چون رسم بود که با پادشاهان روم نباید در افتاد، چون قدرت داشتن هر کاری بخوان انجام میدادن. ولی او به وظیفه خود عمل نمود و ترس از مردم او را از بیان گناه پادشاه باز نداشت. هرچند مردم میدانستند که هرودیوس گناه کرده، همه به اطلاع داشتن و ظاهرا لزومی نداشت که یحیای پیغمبر هر روز اون رو اعلام کنه و یا حتی به آن اشاره کنه. چرا؟ چون همه میدانستن. ولی یحیی در برابر این گناه او نمیتونست ساکت بشینه. نه فقط در برابر گناه او بلکه در برابر گناهان دیگران همه را اعلام میکرد. حتی به رؤسای مذهبی گفت ای افعی زادگان، که شما را آگاهانی که بیایید به گناهان خود اعتراف کنید. یحیی در برابر عواقب بدی که ممکن است از طرف هرودیوس پادشاه براش پیش بیاد تسلیم نمیشه که سکوت کنه. اون نگران بود. نگران این بود که آینده تاریکی خدا برای هرودیوس داره. هرودیوس زناکار.
نگران بود که هرودیوس تا ابدیت اگر از گناهان خود توبه نکنه در عذاب الهی زندگی خواهد کرد و برای همین بود که چون نمیخواست هرودیوس گرفتار خشم و داوری خدا بشه، گناه او را به او گوش زد میکرد تا شاید متوجه خطاش بشه و توبه کنه و خدا از گناهانش بگذرد. یحیی هرودیوس را نکوهش میکرد. هدفش این بود که او را متوجه واقعیت کنه تا توبه کنه. چرا؟ چون یحیی نسبت به هرودیوس محبت داشت. محبت نسبت به او سبب فدا شدن جانش شد. راستی دوستان عزیز، اگر شما امروز نسبت به گناهکاران محبت دارید مانند عیسی مسیح، بایستی حقیقت را اعلام کنید. اگر سکوت کنید گناه می کنید. چرا؟ چون شما در واقع کلید نجات را در اختیار دارید. میدانید حقیقت چیه و بایستی حقیقت را اعلام کنید، اما دیگران نمیدانند. بنابراین وظیفه دارید که دیگران را از حقیقت الهی اعلام کنید و اعلام کنید که خدا از گناه متنفره، ولی اشخاص گناهکار را دوست داره و دعوت میکنه که بیایید توبه کنید، زیرا ملکوت خدا نزدیک است. چقدر خوب است که امروز من و شما از یحیای تعمید دهنده درس شهامت و درس زندگی را بیاموزیم. چقدر خوب است که حاضر باشیم به خاطر حقیقت فدا شویم. دوستان عزیز، اگر میدانید واقعیت چیست، اگر حقیقت را میدانید ولی سکوت کنید، گناه محسوب میشه. بیایید آن شهامت و روح حقیقت و فداکاری یحیی را در دل خود جا بدهیم که در برابر ظلم و ستم ایستادگی کنیم و گناه را اعلام کنیم و مردم را دعوت به توبه کنیم که خدا همه ما را دوست دارد و از ما میخواهد که توبه کنیم، به سویش بیاییم. در غیر این صورت عذاب الهی منتظر ماست. یحیی برای همه ما میتواند نمونه باشد. او به خاطر حقیقت، به خاطر ایستادگی در برابر پاکی و قدوسیت جان خود را باخت. راستی آیا من و شما حاضریم راه یحیی را بپیماییم؟ از او درس زندگی بیاموزید که او مقبول پسند خدا بود. حق نگهدارتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioinjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioinjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.